پیام به پرچمداران و پیشتازان ارتش آزادی، مجاهدان قهرمان اشرفی در رزمگاه لیبرتی. مسعود رجوی، شبانگاه دوشنبه 14 تیر 28 رمضان. سلام و درود و تقبل الله. مجاهدین در روزهای پایانی رمضان که در عین حال گرمترین و طولانیترین ایام سال است، این چنین عبادت و مجاهدت را با نقشه‌های مسیر خود در شب‌های قدر در راه خدا و خلق گره می‌زنند. آری فطر رهایی و آزادی یک ملت این چنین با رنج و خون فرزندان رشیدش رقم می‌خورد. اثبات شد که قطع سوخت و خاموش شدن ژنراتورهای برق و در نتیجه از کار افتادن تجهیزات آبرسانی و خدمات و سرمایش در گرمای بالای 50 درجه
در 8 روزی که گذشت چیزی جز پیش درآمد برای کشتار جمعی نبوده است. اثبات شد که سنگاندازی و اشکال تراشی در جریان انتقال مجاهدین از لیبرتی به آلبانی و به تأخیر انداختن و ممانعت از خروج اسامی و لیست‌های مشخص به بهانه‌های مختلف، همچنان که مجاهدین و مقاومت ایران پیشاپیش گفتند و نوشتند، چه نقطه عظیمت جنایتکارانه‌ای داشته است. همچنین اثبات شد که توطئه ها و لجن پراکنی های سیاسی علیه مقاومت که معمولاً قبل از گردهمایی بزرگ سالانه بالا میگیرد، زمین سازی به همین منظور بوده و دستگاه پلید ولایت راه حلی جز راه حل تروریستی نظامی در چنته ندارد. اما خدا را شکر که به خاطر حد اکثر هوشیاری و انضباط پولادین خودتان به رغم آتش سوزی گسترده و خسارت‌های فراوان این بار در حمله سهمگین موشکی که دشمن روی آن حساب زیادی باز کرده بود شهیدی نداشتیم. دشمن زبون یک بار دیگر شکست خورد و بور شد و من به یاد می آورم آیاتی را که در شب قدر خواندیم: ان الله یدافع عن الذین آمنوا ان الله لا یحب کل خوان کفور اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا و ان الله علی نصرهم لقدیر الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق. همانا که خدا از گروندگان و دارندگان آرمان و ایمان و مجاهدینش دفاع می کند و هیچ خیانت پیشه ناسپاسی را دوست ندارد و خوش نمی دارد. اجازه داده شد به آنان که با این رژیم جنگ و پیکار می کنند، چرا که آنان و خلقشان مورد ستم واقع شده اند و همانا که خدا در مسیر تکامل بر یاری ایشان تواناست. آنان که از دیار و میهن خودشان به ناحق توسط حاکمیت سرکوبگر ارتجاعی رانده شدند. با دعا برای شفای عاجل خواهران و برادران مجروح و مصدوم، باز هم ضرورت حد اکثر هوشیاری و آمادگی همه جانبه در این وضعیت را خاطر نشان می کنم. قربانتان و خدا نگهدار.